بیا بیا بیا. کل اتاقمونه، همه دیوارش آکوستیکه. یه دونه میز داریم اینجا، صندلیمون تنها، چیزی که هست. کل اتاق 9 متره. اونورم نشون بده. تنها چیزی که اینجا داریم یه دونه پروژکتوره و یه دونه صندلی اینجا. چیز دیگه نداریم. وایس من برم در بستم. با عرض سلام از شما میخواهم دوربین و مخاطبان را بخندانید. این یک تست بازیگری است و انتظار میرود تمام تلاشتان را بکنید و تا اتمام پایان 10 دقیقه به هیچ عنوان از روی صندلی خود بلند نشوید. با تشکر، محمد رضا یوسفی. قربون خدا برم اصلا چه چیزی اومده واسم. با عرض سلام از شما میخواهم تا آنجا که میتوانی دوربین و مخاطبان مرا بخندانید. یک تست بازیگری است و درخواست دارم که تمام تلاشتان را بکنید و تا اتمام خیلی خوبه تا اتمام زمان 10 دقیقه به هیچ عنوان از روی صندلی خود بلند نشوید. خب با تشکر، محمد رضا یوسفی. دیگه تخصص چی میگم بخندید؟ واقعا خنده یه جوریه که باید یک واژه اینجا چرت و پرت بگیم بخندیم. بخندیم. خیلی سخت شد. اولش میگم خیلی آسونه، خیلی سخت شد. با تشکر، محمد رضا یوسف. خب والا خندوندن خیلی کار سختیه، میدونی؟ چون که بستگی داری که آدم روبروت کی باشه، میدونی؟ چون من هر جایی نمیرم، هر جایی این کارو نمیکنم. برای اینکه میگن که من جایی که کلابی که منو راه بده، خب من عضو اونجا نمیشم. برای همین اینجوریه دیگه. والا نمیدونم چی بگم. با بخند دیگه، جان من بخند. بخند دیگه. ببین هیچ جوکی هم یادم نمیاد. خب قلقلکت میدم بخند، جونم هم بخند. چیز خنده دارش چی بود؟ آدم میاد جلو دوربین همه چی یادش میره. اصلا بیا ما هم بخندیم، خوبه؟ خیلی مست است. مسایی با عقی و قش و دور میره. چقدر دور میره خنده داریم. 3 تا پا داره. کنم باید بیشتر تست خوانندگی میدادم تا تست بازیگری. بیشتر
خودم میخندم تو دوربین. هر چقدر بیمزه خود بخند میگه مثلا. فکر کنم یکم سوژه هم آخه پیدا میکنیم بخوایم ها سوژه هم نی آخه چی نمیدونم دیگه مردم چیکار میکنن که بخنده کار نمیکنن بعد آدم کلا بامزه من مثل که کلا بامزه نیستم حتی اگه نمیخندیم اگه میخندیم که من آدم بامزه خیلی هم بامزه ولی دیگه چی؟ صحنه‌های خنده‌دار عجیبه من خیلی از خانواده‌ام آدمای خیلی بامزه هستن کلی میتونن آدم‌ها رو چیز بکنن اگه فکر کنم الان اونا بودن کلی جوک داشتم واسه گفتن حداقل ولی من نه کنم همیشه فقط خندیدم به جوکای دیگران به مسخره بازی دیگران ولی خب من کلا آدم خنده داری نیستم نمیتونم بخندونم کسی رو بعدش تا آدم سعی نکردم کسی رو بخندونم پس شما نمیخندید قطعا حرفی که من قرار بهتون بزنم امروز همون تعریف کنم مثلا براتون چیز جالبی نداشت مثل همیشه بود صبح بابام یه رو به حرف بیدارم کرد گفتش که پاشو بریم بنگاه بعد اونجا کلی دعوا کردیم خب اینم چیز خنده داری نداره به من هیچ چیزی واسه تعریف کردن ندارم خب باید بخندی هیچ چاره ای نداری که باید بخندی کلا میدونی کلا آدم خیلی نمیدونم من دپرس میخوام توی دپرس رو بخندونم خدایا خودت کمک کن دیروزم نه اتفاقا چی بریم بخندیم خیلی مسخره یو من میخندم اینجا خندم نمیاد خیلی مسخره است لعنت به این خنده که اینجا نمیاد دیگه شاید بتونم صحبتتون ادا درارم نه شاید خیلی مسخره باشه این هواپیمایی که داریم خاطراتی هم یادداشت کنیم پر میدیم بره یه خاطراتی باشه که دیگه گذشته و از اون هیچ ربطی هم نداشت البته این حرف یعنی باز میشه این کارم کرد منظور
صدا به قول سینا صداش میاد قسمت. اگه تو خیابون بود برای بهتر بسیم موزیک یه دیالوگ هم به ما ندارن چیه تقاضا کرد. بعد عرضم به حضور شما که میدونم دل چین خجسته میخواد گاهی اوقات خندیدن ها حرف چیز دارم چی میگم قلمبه سلمبه دارم حرف میزنم داری داشته باشیم کم آخرشه دیگه آخرشه نه ممکنه خنده ها گاهی اوقات از روی اون شادی دل نباشه اون چه میدونم حالت خجستگی آدم ها نباشه. خب من توی چاچاپ زیاد دوست دارم توی گیر کردم تو باید غمگین باشم نمیتونم بخندم علیکی میخندم. خب بیشتر از این نمیاد بالا دیگه چیکار کنم دیگه یه شرمنده من مرزا. لعنت به تو. تمام شد. شاید سختی بود.